او را در سیر گل لاله تجاوز کردند، کشتند، جنایتکار پیدا شد. امنیت کنی. 2 ماه پیش یک دختر دیگر را همین خیلی تجاوز کردند، یک کودک دیگر را جنایتکار پیدا شد، کنیش. این دلالت به چی میتیه؟ ما به سمت روانه هستیم که کشور را به یک فاحشه‌خانه آوردین، رساندین. اگر این حادثه در یکی از کشورهای اروپایی یا دیگر کشورهای با نفوذ و ترقی کرده میشد، مردم در یک حالت شوک قرار میگرفت، یک استرس داشتن و حل رای این مسئله را علاقه برنامه ها پیاده میشدن. برنامه ما و نمو استقلالیت. آخه بر پدرتون لعنت قطعی امو جشنگیری تون که امروز جامعه را آوردین در سرتون زدین. در اینجا یک نوار دیگه است من میگذارم دوستان عزیز. واقعا اینم باشد درد جامعه هست، اینم باشد مصیبت است. نمیتونیم از این مصیبت ما ناگفته بگذاریم، به خاطری که واقعا چون این حالت ها وقتی رخ میزنن در یک کشور علاقه کار از حد میگذره، سطح بفرهنگی از حد میگذره، دعوتی درست نیست، برنامه درست نیست، فرهنگ، وزارت فرهنگ درست کار نمیکنه، اخلاق، مردم از اخلاق بیرون میشوه، میبیو به یک کشورهایی که اصلا. خب بیا شما ببینید دوستان، بعد صحبت کنیم، بگذارینش. بازداشت 3 نفر با گمان صادر کردن وزارت کارهای داخلی. جنایت نوبتی که حالا منظور شما میگردد صادر شدن آن نه تنها کارمندان میلیسیا را به تشویش گذاشته است، بلکه کل جامعه شهروندی را نیز باید بی‌طرف نگذارد. جنایت مذکور دزدی اشیا یا غارت مال نیست، بلکه مناسبت به داخلخانه و کشتار کودک خردسال است که از جانب یک نفر پیش‌سود شده صادر شده است. شرح این جنایت گوش شنید در گزارش همکارمان آفاق قادریان. جنایت ننگین و مخصوصا وزنی که در جماعت دهاتی هلالی ناحیه خراسان به قید گرفته شد، دلیل آن است که در جامعه هنوز حالتهای مناسبتی بد و غیر انسانی نسبت به کودک جای دارند و راهی بوغی کردن به قتل رسانیدن نابالغ واکنش‌های زیادی را در بین مردم کشور به بار آورد. این حادثه سنه 16 آگوست سال روان به وقوع پیوست. ساعت‌های 14 نصف روزی نابالغ 9 ساله از خانه برآمده به سمت نامعلوم غیب می‌زند. تلاش‌های زیادی اهل عائله، نزدیکان و همسایه‌ها برای معلوم غیب زدن این دخترچه نابالغ با عریضه مراجعت نمودند. کارمندان میلیسیا در مدت کوتاه جسد خردسال را با علامت‌های مرگ مجبوری از داخل جویبار آبگذر 300 متر دورتر از منزل استقامتیشان پیدا کردند. از جانب کارمندان میلیسیا و پروکراتورا گروه سازمان داده شده ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی در یک مدت کوتاه گمانبر این جنایت مخصوصا وزنین معین و دستگیر کرده شد. این نفر بولتخانف رستم سال تولدش 1976 ساکن جماعت دهاتی هلالی ناحیه مذکور می باشد که پیش با ماده 105 کودکس جنایتی فدراسیون روسیه یعنی آدم کشی با مدت 7 سال از آزادی محروم کرده شد. 16 آگوست سال روان تخمینا ساعت‌های 14 گمانبر در حالت مستی قرار داشته هنگامی در کوچه به بازی مشغول بودن دختر بچه او را به بهانه تماشای فیلم ها در تلفن موبیلیش به منزل استقامتیش می‌آورد و دیده و دانسته که جبر دیده خردسال بوده در حالت عاجزی قرار دارد نسبت او حرکت‌های بداخلاقانه انجام می‌دهد با مقصد روی پوش نمودن جنایت صادر کردهش با آشکار نشدن شخصیتش دختر بچه خردسال. خب بگیرینش راضی میشید با میمونه. نبینین که ما با کدام سمت روانه هستیم. دختر 9 ساله تجاوز می شود. 9 ساله یک کودک امنیت کشور نه؟ امنیت داریم و کشوری ما. شکرانه کنید جنگ نیست. از جنگ دیده این بدتر است که کودک تجاوز می شود. میفهمین؟ یکمش نیست. در همین 1 سال اخیر ما چند تا چنین حادثه را شنیدیم. او را در سیر گل لاله تجاوز کردند، کشتند، جنایتکار پیدا شد. امنیت کنی.
2 ماه پیش یک دختر دیگر را همین خیلی تجاوز کردند. یک کودک دیگر را جنایتکار پیدا شد کنیش. این دلالت به چی میتیه؟ ما به سمت روانه هستیم که کشور را به یک فاحشه‌خانه آوردین رساندین. مساجد نیست، تعلیم دینی نیست، مکتب ها یک جای رقص و بازی، زنها را در بالا نشان داد و میبریم پرد استقلالیت رقص و بازی مردها تماشا میکنیم و آخر و خلاصه این همه ظلم و این همه بدبختی که شما میکنین آوردین به این رساندین که اکنون مردی تولدش 76 40 چند ساله میشوه دست به یک کودک 9 ساله میزنه و در برابر این حکومت چی کار میکنه؟ حکومت لااقل اکنون در تبلیغ این باشه که ما سری یخمخی را بگیریم. درس های مخصوص، پسیخولوگای مخصوص باید بشینه، روانشناسای مخصوص باید بشینه، علماهای مخصوص باید در شبکه‌های تلویزیون و رادیوهای ما بشینه و در عموم یک برنامه بسازن که نظری طرفین بگیرن که مسائل دینی در چی میگه، چون ما مردم مسلمانیم، مسئله پسیخولوژی ده که چرا یک مردی 45 ساله دست به این کار میزنه، از لحاظ روانی، از لحاظ دیگر و دیگر تمام جبهش باید ما بآموزیم که ما ببینیم که چرا امروز در تاجیکستان اکنون کاری را دست زدن که لااقل یک حیوانی کار میکنه. انسان سالم در هیچ یک کشوری کار نمیکنه. اگر این حادثه در یکی از کشورهای اروپایی یا دیگر کشورهای با نفوذ و ترقی کرده میشد، مردم در یک حالت شوک قرار میگرفت، یک استرس داشتن و حل رای این مسئله را علاقه برنامه ها پیاده میشدن. برنامه ما و نمو استقلالیت، آخه بر پدرتون لعنت قطعی امو جشنگیری تون که امروز جامعه را آوردین در سرتون زدین. چی نام داره؟ متروتون، رولتکاتون در دستون، پلیسای خطی ازاری مردم ها چین میکنین، روی مال مردم ها چین میکنین، رو سری مردم ها چین میکنین، فرهنگ میگین، رسم میگین، آیین میگین، مادری تاجیک میگین، میدوین گروه مخصوص تشکیل میکنین. هر روز دستاتون در جیب مردم است. اما این مسئله را بهونه میتین. چرا در این مسئله روشنی، چرا در این مسئله گروه های مخصوص در بازارها نمیگردین؟ برای چی تبلیغ نمیکنین؟ برای چی نمیگین که رو سری را کار نگیرین و برای اونا یک درسی مخصوص بآموزین؟ کورس های مخصوص باید باشه. شبکه و تلویزیون و رادیو دیگر ای سرتون مون ای رقص بایستون کنار بگذارین. ایدی اصل و امروز هفته آخر امروز یک شنبه است، روز ایدی اصل، ایدی کادو از تاجیکستان. امروز ایدی کادو است. هفته آخر یک شنبه ماه اوگوست ایدی کادو است در تاجیکستان. ولی این روز فراموش کرد رحمان فضل ایدی خیلی با نفوذش. چرا برای چی که امروز چونین یک مصیبت بالای این ملت آمده است. تصور کردن این هر کسی که فرزند داره او تصور میکنه طفل 9 ساله تجاوز کرده میشود. اگه جامعه ما را قیاس بکنیم که به کدام سمت روانه هستیم، زمان جاهلیت، زمانی که مردم جاهل بود، به علم بود، به دین بود، به فرهنگ بود، از همه دعوت و از همه فهمش ها دور بود، این کارا میکرد. امروز ما دعوای یک جامعه سالم داریم، دعوای امنیت داریم، دعوای فرهنگ داریم، دعوای معارف داریم، دعوا داریم که ما کشور آباد و آزاد هستیم، هیچ یک بدبختی مصیبت در او کشور نیست. ولی یک طفل 9 ساله کودک الکه یکمش نیست و آخرش نیست، چون سیاست غلط است. سیاست پیش گرفته حکومت برای من یک برنامه تعلیمی تلویزیون و رادیو را نشان بدین. بجز از همو رقص و بازی، بجز از همو کینوهای احمقی، بجز از همو برنامه های پوچو بیمنه، بجز از همو تحلیل هایی که فقط میزنین در مقابل یک برنامه تحلیلی نشان بدین که اخلاق چی میگه، دین چی میگه، معارف چی میگه، مدنیت چی میگه. آیا داریم؟ در مکتب برای من یک پروگرام تعلیمی نشان بدین. آیا چنین داریم؟ نداریم.
این است درد، این است مصیبت که فرزند 9 ساله تجاوز می شود. در روسیه در مسکو او یک ملتگرای روس یک احمق دیگر که هویدا را تجاوز کرده بود الکی 3 سال شد تا امروز قضیه او به نام و نشان هیچ درکی نیست. در داخل تاجیکستان هم همچنین. من از بیگانگان هرگز ندارم که با من هر چی کاران آشنا کرد. بیگانه میگیم روس میگیم کشوری غریب میگیم تجاوز میکنند که هیچ که به دادش نمیرسه. این تاجیکستان است. ما قدم به یک بخش آمده است که پر از فساد است.